من همینه که بچه ما که شمسیدین ساینردین سال تولدش 1985 که در 12 سال استاژ کاری دارد، خود حقوق شناس است. جناب عالی او را با بهتان و با تهمت او را در مدت 8 سال و 6 ماه گاوسود کردند. جناب عالی او یگان گناهی نداشت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و شوربسر دوران استقلالیت محترم رستم امامعلی همچون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شما عرض می‌نمایم. امروز مسئولین اگر کارهای خود را باید شورا به طور دخلدار اجرا کند، حاجت به مراجعت به شما نمی‌گردد. چخیلی که می‌بینیم در سامانه‌های اینترنتی داریم درباره بی‌عدالتی بعضی سودی‌ها و پروکوروران بعضی شهر ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بحث‌های بی‌نهایت زیاد می‌رود که در گازت و مجله‌هایی که ما امروز می‌خوانیم درباره بی‌عدالتی بعضی پروکورور و سودی‌ها مردم از جان سیر کرده است. خیلی که نسبت من از طرف پروکوراتورای ناحیه وخش و ولایت ختلان و سود ولایت ختلان ناحیه وخش بخصوص سابق سودیای سودی ناحیه وخش نظرزاده علیالدین سعید بی‌عدالتانه به قول گفته ها گاوسود کردند. با 7 مورد کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به اساس عیبدار شمردند. آن به مدت 7 سال 8 سال و 6 ماه از آزادی محروم کردند که مدت 1 سال و 2 ماه می شود که من در منبعث می باشم. این زمان از طرف ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان به یگان اساس که قبلا در اساس سپارش خطی پروکورور ولایت ختلان ماه اپریل سال 2019 اخبارات داده بود که ما در این سامانه ها گروه 24 یعنی یگان دخل نداریم. یکی امروز باشد با فشار به واسطه معاون پروکورور ولایت ختلان وهاب ولی منانویچ با ما در 300 علاوه است قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی عیب اعلام کرده برای تفتیش و بررسی به سود شریعت باختر ایصال کرده است. امروز باشد پرونده به اساس ما در بررسی سود شریعت باختر قرار دارد